با بودن پیج من توی فالوورات تو از فرد باریک به فرد کلفتی تبدیل میشی. بیا امروز میخوام یه چیز باحال در مورد فلش انداختن و گرنید انداختن و مالی انداختن بهت بگم، یا همون اسموک. یه چیزی که خیلی رو اعصاب توی یارم همیشه دارم میبینم اینه که ما بعد فلش مستقیم گرنید بکشم بیرون، من نمیتونم فیلم زر نزن. بیا بهت بگم، نگاه کن الان من با یه دکمه فلش هم میارم، اسموک هم میارم، گرنید هم میارم، دوباره فلش میارم، میتونم سریع بینشون برم و بیام. نگاه من با قلتک موس نمیرم که، دیوونه نیستم که. برای این کار میری توی ستینگ، اینجا میزنی این کیبورد هم موس بالا واسه دلقک بازی نیست که، واسه همچین حرکتایی. اینو میزنی، میای پایین میای پایین میای پایین، نوشته وپن کیز باشه، میای پایین میای پایین میای پایین میای پایین، میرسی به اچ ای گرنید، فلش بنگ، اسموک گرنید، دیکو گرنید. اگه کلوف ملوفتی این موست از این دکمه های اضافه کسخلانه داره مثل من. الان مثلا من این 8 و 9 اینه که داری میبینی اینجا زدم، 8 و 9 رو کیبورد نیستن که، کسخل نیستم که مثل تو. نگاه کن این 8 و 9 و 7 دکمه‌ای ان که رو موسمن. مثلا نگاه کن من الان دارم رو یکی راه میرم دیگه، اینجوری نمیام رو فلش. مثلا دارم با یکی راه میرم مستقیم میام رو فلش. نگاه کن مثلا دارم با یکی راه میرم مستقیم میام رو اسموک، دارم با یکی راه میرم مستقیم میام رو گرنید. دیگه این پیج منو فالو نداری این اتفاقا میفته. پیج منو فالو کن دیگه، بز نگم.